مرسدس بنز یکی از بزرگترین خودروسازهای تاریخ بعد از جنگ جهانی تقریباً ورشکسته شد، اما یک کشور غیرمنتظره با یک سفارش بزرگ نجاتش داد. تاریخچه خودروسازان بزرگ مرسدس بنز. مرسدس بنز یکی از بزرگترین خودروسازهای تاریخ بعد از جنگ جهانی تقریباً ورشکسته شد، اما یک کشور غیرمنتظره با یک سفارش بزرگ نجاتش داد. ایران. تو این ویدیو تاریخچه مرسدس بنز رو مرور می‌کنیم. سال 1886 کارل بنز و همسرش برتا بنز اولین موتور مناسب خودرو رو طراحی کردند و این موتور رو توی اولین ماشینشون قرار دادن. نتیجه چی شد؟ ماشینی با سرعت 11 کیلومتر بر ساعت که قدرتش فقط 2/3 اسب بخار بود. اما مردم اون زمان اصلاً به ماشین‌ها علاقه‌ای نداشتن. پس برتا بدون اجازه شوهرش یه تصمیم شجاعانه گرفت. یه روز صبح زود یواشکی سوار ماشین شد و یک سفر 105 کیلومتری رو توی 12 ساعت رفت تا مادرش رو ببینه. این اولین سفر جاده تاریخ با ماشین بود و بعدش مردم تازه فهمیدن که خودروها میتونن آینده حمل و نقل رو تغییر بدن. همزمان با بنز دو تا مهندس به نام‌های ویلهلم میباخ و گوتلیب دایملر هم روی ماشین‌های خودشون کار می‌کردن. اونا یه خودروی 35 اسب بخاری ساختن و به سفارش یه تاجر ساخته شده بود. اسمش رو هم از روی اسم اون دختر تاجر گذاشتن، مرسدس. اوایل شرکت بنز توی این رقابت‌ها خیلی موفق نبود، اما یه تصمیم هوشمندانه گرفت. ورود به مسابقات اتومبیل رانی. جنگ جهانی اول که تموم شد، آلمان سقوط کرد. همین باعث شد که دو شرکت بنز و دایملر تو سال 1926 با هم یکی بشن و اسم جدیدشون رو گذاشتن مرسدس بنز. در دهه 1920 مرسدس بنز با تولید ماشین‌هایی مثل مرسدس SSK به نماد کیفیت و تجمل تبدیل شد. وقتی هیتلر قدرت رو به دست گرفت، بودجه زیادی به مرسدس بنز داد تا آلمان توی مسابقات جایزه بزرگ که معادل فرمول 1 امروزی بود، قهرمان بشه. حتی خود هیتلر هم یه مدل خاص مرسدس بنز 770 داشت که فقط برای افراد رده‌بالای نازی ساخته شده بود. با شروع جنگ جهانی دوم مرسدس بنز مجبور شد کامیون، موتور هواپیما، زیردریایی و تانک بسازه. تو این دوران کارخانه‌های مرسدس پر از کارگرای اجباری بودن که تحت شرایط سخت کار می‌کردن و بعضیشون حتی جونشون رو از دست میدادن. در دهه 70 میلادی ایران قصد داشت 30% از سهام مرسدس بنز رو بخره، اما دولت آلمان اجازه نداد. با این حال شاه شخصا 20% سهامش رو خرید. یکی از بزرگترین قراردادهای اون زمان خرید 20000 دستگاه مرسدس جی کلاس برای ارتش ایران بود. اما بعد از انقلاب هیچ وقت این خودروها به ایران نرسیدن و مرسدس بنز اونها رو به ناتو فروخت. مرسدس با تصمیم‌های درست و تولید خودرو برای همه بازارها تونست موفق بمونه. سری C برای رده اقتصادی، سری E برای خانواده‌ها و سری S به عنوان نماد لوکس بودن. چند دهه است که پرفروش‌ترین مدل‌های این شرکت بودن و هستن و در سال 2018 مرسدس بنز به عنوان بزرگترین برند خودروی لوکس جهان شناخته شد. مرسدس بنز توی قرن 19 جزو پیشگامای خودروهای بنزینی بود. حالا داره آینده خودروهای برقی رو شکل میده. هدفش اینه که تا پایان این دهه همه مدل‌هاش برقی بشن و تا سال 2039 هیچ کدوم از کارخونه‌هاش کربن تولید نکنن. تو کامنت‌ها بگو به نظرت مرسدس بنز میتونه چند سال بعد هم به اندازه قبل موفق باشه؟